روز اومدم و برای معرفی یک بازی که خودم خیلی دوستش دارم. این بازیشه. چند مود داره. یکیش اینه اون هی میزنه تو هم میزنی. حتی میتونن اینجوری هم شاخ به شاخ بشن و هر طرف که قدرتمندتر باشه میبره. و اون یه قوچ بزرگه و منم هیچی نمیتونم بکنم. این از اولین بازی. میرم سراغ دومی. دومین بازی که من میخوام براتون معرفی کنم یک بازیه که میتونی یک کارخانه رو مدیریت کنی. اینم اسمشه. اینم اینه. این اون بازیه که میگم. اینم اسم بازی اینه. خب بریم امتحانش کنیم. این یک سری بازیه که اینجوری لامپا رو میفروشی، مثل به حدی پول در میاری و اینجوری دیگه. لامپا رو میتونی ارتقا بدی، پولاشون زیاد میشه. اینا برای نمونه من ارتقاش دادم شد سطح 25. حالا مکسی میایم اینجا قسمت چیزشه که میتونی لامپا رو بفروشی. در اینجا ما یه ماشین داریم که پولا رو جمع میکنه و تقریبا 14 تا ماشین که لامپا رو پخش میکنن و هر بار که الماس بگیری میتونی که این با الماس ها یه خونه جدید به خونه ها اضافه کنی. میریم سراغ بازی بعدی. و این هم سومین و آخرین بازیه که یک نوستالژیکه. شاید همتون بدونید. اینها من که خودم خیلی دوستش دارم، شما رو که نمیدونم. یه لحظه وایسید آپلود بشه. اینها آپلودم شد. باید یکم وایسیم که بعضی اوقات اگه اینترنت داشته باشید تبلیغات میاره. اینجوری جمع میکنی، میتونی بری بازی کنی. اینجوری میپره و به یه چیزی که بخوری میمیری. و الان اینم با این الماس هم که میتونی به دست بیاری میتونی این توپا جدیدی باز خودت باز کنی. الان من این توپا باز کردم که ستاره‌ای و قرمز و سیاهه. میتونی مداش هم عوض کنی، شب و روز. حالا یه دست با شب میریم. اینجوریه. سوختم. بریم سراغ خداحافظی. و برای تبلیغاتم اسپانسرمون این برنامه است. من که خودم خیلی دوستش دارم. عکس صفحه‌مو از این گرفتم. ایناش یک سری انیمه هایی داره که احتمال مورد علاقه شما هم باشه. اینا جدول انیمه هاست. شیطان کش و چه میدونم انیمه مورد 2 تا از انیمه های مورد علاقه منم داره. لحظه واسین.
مثل این که الان انیمه مورد علاقه‌ام گم شده، میریم سراغ دومین انیمه که من دوستش دارم که اون هم چیزی نیست به غیر از وان پیس. کنارش این طرح هم داره، بیشتر هم هست. الان میخوام وقت ویدیو خیلی طولانی نشه، برای همین خداحافظ، بای.